کشور ایران مانند دیگر کشورهای جهان متشکل از اقوام مختلف می باشد. این کشور در حدود 75 میلیون نفوس را دارا است. 37 الی 40 میلیون نفوس این کشور را اقوام مختلف ترکان تشکیل می دهند. از آن جمله 35 میلیون آن را ترکان آذری و زیادتر از 2 میلیون را ترکمنان و زیادتر از 2.5 میلیون را قشقایی ها و باقی ترکان خراسانی، بربری ها و غیره اقوام ترکی تشکیل می دهند. پس کشور ایران نه فقط سرزمین فارس بلکه سرزمین ملت های مختلف هم از ترک، کرد، فارس، عرب، بلوچ، ارمن، لور و غیره می باشد. دو دیدگاه عمده در مورد تاریخ ترکان ایران وجود دارد، اما نظر به دستاوردهای جدید باستانشناسی نظریه دوم را به حقیقت مبدل می نماید. نظریه اول: سرزمین اصلی ترکان آسیای میانه، مناطق بین کوههای اورال و آلتایی بوده است. اولین مهاجرت ترکان به مناطق غرب کشور آذربایجان در قرن هفتم قبل از میلاد همراه با اقوام ترکی اسکیت ها و ساک ها صورت گرفته است. مهاجرت های بعدی در قرن های چهارم، پنجم میلادی با آمدن آنها اتفاق افتاده است. ترکان قدیم بلغار، خزر و غیره ترکان و سایبیری ها که بعضی ها خود به اروپای شرقی هم مهاجرت کردند به آذربایجان آمدند، در آنجا سکونت نمودند. در زمان انوشیروان عادل که از طرف مادر فرزند شاهزاده آقای هونهای یبدالی های زردپوست بودند، نیز عده‌ای از ترکان در آذربایجان ساکن شدند. از قرن هفتم میلادی عده‌ای از قبایل اوغوز ابتدا به خراسان و از آنجا به آذربایجان کوچ کردند. نظریه دوم: بر اساس این نظریه ترکان در ایران تاریخ 7000 ساله را دارایند. زبان ترکی از نظر زبان شناسی ادامه زبانهای مادری سومری و ایلامی هست. زبانهای ایلامی و سومری همانند زبانهای ترکی جزء زبانهای التصاقی هست. بین زبانهای سومری، ایلامی و ترکی اشتراکات لغوی فراوان نیز وجود دارد. تمدن ایلام در جنوب غرب ایران که با تهاجم هخامنشیان بر ایران برچیده شد، یکی از متمدن‌ترین تمدن‌های ایران از 3000 سال قبل از میلاد بوده است. حکومت هخامنشیان نیز بر روی ویرانه‌های این تمدن نهاده شده. حتی درباره هخامنشیان که در ابتدا از خود خط و نوشتار نداشتند، از خط و زبان ایلامی ها استفاده می‌کردند. سومری ها نیز از 5000 سال قبل از میلاد تا سال 2000 قبل از میلاد که توسط آشوری ها و بابلی ها نابود شدند، شاید اولین تمدن دنیا را در بحر النهرین در عراق فعلی تأسیس کرده بودند. سومری ها اولین اساسگزار خط و قانون محسوب می شوند. بر اساس این نظریه ریشه ترکان ایران را می توان در عبور اقوام سومری و ایلامی از منطقه آذربایجان و سکونت احتمالی در این منطقه و دیگر مناطق ایران حساب کرد. برخی از تاریخ نویسان سومریان را نه مهاجر بلکه بومیان اصلی بین النهرین می شمارند و عقیده دارند که بعدها به آسیای میانه پخش شدند. سومریان که امروز بانیان تمدن بشری شناخته می شوند، زبانشان خیلی نزدیک به ترکی امروزی است که بعد از مهاجرت از آسیای میانه و سکونت چند صد ساله در آذربایجان به بین النهرین کوچ کردند. چون تمدن سومریان رابطه و خویشاوندی تنگاتنگ با تمدن ترکان را دارد و سومری ها شاخه از اقوام آسیایی اورال آلتایلیک بودند که در حدود 6000 سال قبل از میلاد همراه با اقوام و خویشاوندان خود مانند ایلامی ها و غیره ترکان از آسیای میانه کوچ کردند و دولت‌های مقتدری را در ایران، اناتولی، بین النهرین ایجاد کردند. آثار باقی مانده از اقوام نامبرده نشانگر آن هست که همه آن تمدن‌ها دارای منشأ مشترک داشته و یک حوزه تمدنی مشترک را تشکیل می‌دادند.
و دارای ریشه نژادی و زبانی و فرهنگی مشترک می باشند. پس نوشته های مغرضانه بعضی نویسنده های دستوری را که ترکان برای اولین بار با اوغوزها و غزنویان و یا مغولها و یا تیموریان به این مناطق آمدن کاملا رد می کند. دوره های نام گرفته مهاجرت های بعدی بوده که تا به امروز در میان انسان ها به شکل های مختلف مهاجرت صورت می گیرد. درباره سومریا و دیگر موضوعات تاریخی در